سلام جذابه دوست داشتنی. امروز 20 شهریور 11 سپتامبر 2025. امروز آموزش قسمت دوم برگ مخصوص، سیخ کردن برگ مخصوص. جلسه قبل آموزش کاری کردن داشتیم، الان در خدمت دوستان هستیم برای سیخ کردن برگ مخصوص. پیله گوساله جنوبی. 4 انگشت انگشتتون رو برمی‌دارید، برش رو میزنید. قسمت دوم 7 و 8. الان 8 اون بود. 3 انگشت. و قسمت بعدی سیختون باید تیز باشه. از بین گوشت سیخ رو رد میکنیم. قسمت دوم رو برمی‌داریم. بعد با دستتون حس کنید که سیخ از بین گوشت داره حرکت میکنه. بعد قسمت سوم سعی کنید برگای مخصوصتون رو موقع پخت داخل آب پیاز قرار بدید. یه تیکه برگ مخصوص ما آماده است برای رفتن روی اجاق پوست. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.